دوم، در این مدت در میان جناح‌های درگیر در جنگ کاملا آتش بس تأمین گردد. بیخی درست است که غیر از او یک حکومت به وجود آمده نمیتونه. تمام زندانیان سیاسی رها کردن، کاملا درست و 100% موافق هستیم. و هر جناح تعهد بسپارد که بعد از این به خاطر رسیدن به قدرت نه راه‌های ناروا را جستجو نماید و نه به منظور سرکوبی حریف و رقیب خود از سلاح استفاده کند. آمین یا رب العالمین. ما ایره 100% تایید میکنیم. 11 شورای منتخب اول این حق را دارد که قانون اساسی اعلان شده از 3 جهت را تحقیق و تتبع نماید و برای تعیین قانون اساسی کشور فیصله نهایی نماید. اینی ماده مطابق معیارهای حقوقی نیست، به خاطر که قانون اساسی را لوح جرگه تصویب میکنه. وقتی که قانون اساسی را لوح جرگه تصویب کرد، شورا دیگه باز حق تعدیل اون قانون اساسی را نداره. عرض مایسی ما گفتم میگی دکتر صاحب ما روز عرض کردم که این فقط 3 پیشنهاد فعلا نمی 3 چیز موجود است. معلومدار وقتی که یک شورا را دست و پایش خودم بسته نمیکنه، پارلمان را بسته نمیکنه، ولسی جرگه را بسته نمیکنه، دستایش اونا حق دارن که 10 پیشنهاد دیگر را هم بیارن. درست است. پیشنهاد شورا هر وقت میتونه پیشنهاد بکنه، قانون اساسی را تغییر داده نمیتونه. قانون اساسی که لوح جرگه تصویب کرده، شورا حق تعدیل لیازور نداره. اما پیشنهادات خود را شورا میتونه به استر محکمه بکنه و بعد از معالی میتونه که چیز اضافه شود. اینی ماده قابل اینطور یک سوال برانگیز شده. 12 هیچ قوت خارجی این حق را ندارد که در افغانستان زندان داشته باشد. بالکل درست. یا کدام افغان را محاکمه یا مجازات نماید یا به خاطر محاکمه به خارج انتقال یا به کدام جای دیگر محبوس یا محاکمه کند. امی دیروز اعلان کردن که یک افغان در زندان گوانتانامو خودکشی کرده. ما امی خودکشی زیرم کتیچی خودکشی ما که میبینیم اونا اینقدر زیر تعقیب هستن که حتی گردش عادیشان 2 نفر در پشت سرشان استاده میباشه قدم میزنن. این چطور خودکشی کرده؟ امیر باید بگویند که چطور خودکشی کرده. خب اینال ماده 13 اشخاصی که در اختلاس، قاچاق مواد مخدر، به غصب دارایی‌های ملی یا به جنایت‌های جنگی متهم باشند به محکمه شرعی سپرده میشوند و هیچ جهت به شکل علنی یا سری از آنها دفاع کرده نمیتونن. غیر از این افغانستان نوین به وجود آمده نمیتونه. غیر از این که ما دست جنگ سالار و دست قاتل را از بین نبریم، افغانستان سلامیز و افغانستان آزاد و مرفه به وجود آمده نمیتونه. دکتر صاحب من میگم ترکشوا پیشنهاد ما این است که همی برادرایی که همه قدر وقت به شمول ما، به شمول همی اعضای حزب ما همگی چند وقت یک تعطیل بگیرن، از این حکومت داری، بگذارن که چهره‌های جدید، بگذارن که امکانات جدید، بگذارن که مردم نواندیش مسائل مطرح بکنن. درسته. اما فقط پیشنهاد ما است این مفکرین، این عالمین یا هر چیزی که نامشان میمانین تحصیل کردگاه باید دو خصوصیت بسیار درست داشته باشن که به نظر من کسی که خود دانشمند میگه دکتر صاحب باید 2 خصوصیت داشته باشه. یکی که حقگو باشه، حق حتما بگویه. دوم شجاعت حقگویی را داشته باشه که نترسه که من ولی امروز حق گفتم فلانی مرمیه محکمه میکنه. تو من از اول اردوش که اولتر میگم باید مسلمان باشه. بالکل او را خواهمی حق نام خداست. نه اگر مسلمان بود حق پرست و طرفدار حق هم میداشته باشه، شجاعت حق گفتن هم میداشته. اگر مسلمان بود. ماده 14 بعد از خروج قوت‌های خارجی، جنگجویان خارجی هم در افغانستان باشن معلوم دار. ملت تصفیه شده می باشه، ما جنگجو را کار نداریم دیگه. هیچ چی طالب باشه،
چی حزب اسلامی باشد بله، چی بله. هیچ کس دیگر در افغانستان سلاح وجود دارد اسلحه را باید حکومت ملی جمع کند بالکل، و بالکل. جنگجو و مسلح در افغانستان نباشد. بالکل من این موافقم. سبی در من این یک موافقم. سا این مسئله رجوع به مسئله القاعده هم میکنه. امیج زیاد شوه بله. که باید امیج این ماده زیاد شوه که حکومت باید اسلحه را از تمام مردم افغانستان جمع کند. این ماده. بله. 15 کدام جهت داخلی یا خارجی که با این میثاق جرامت مخالفت نموده به دوام جنگ کدام جهت داخلی یا خارجی که با این میثاق با این میثاق جرامت بله. مخالفت نموده، یعنی با این منظور جرامت از صلح‌آمیز بگوین بله. صاحب که خوبتر است. کدام جهت داخلی یا خارجی که با این میثاق صلح‌آمیز مخالفت نموده به دوام جنگ پافشاری کند. ما هم جمعاً تا وقتی با جنگجویان مقابله میکنیم که کشور و ملت از شر و ضرر آنها نجات یابند. والله اعلم ما تقول وکیل. بالکل درست است. من موافق هستم با یعنی برادرها هموطنهای محترم، این جانب بنده خدا سید خلیل الله شمیان، من عضو حزب اسلامی افغانستان نیستم. بله. من مسلمان و افغان هستم الحمدلله. و حزب اسلامی افغانستان جز افغانستان از افغانستان خیسته. بله. اینمی پیشنهادشان هم خواندم، موادی که قابل تبصره بود تبصره کردم. من در این چیز نیافتم من این یک پیشنهاد افغانی است. من در این چیز نیافتم که من ایره مخالف شؤون اسلامی یا شؤون افغانی پیدا کنم و ایره کاملا صلح‌آمیز یافتم. من با همین تجربه 60 سال کار و در دولت افغانستان و در مؤسسات اکادمیک اینمی را من کاملا صلح‌آمیز یافتم. من ایره تایید میکنم. اگر یک حزب دیگه کدام پیشنهادی داشته باشه او را من میخوانم و او را سرش تبصره میکنم و اینمی تر واضح سرش صحبت میکنیم و ای کاش که چند نفر بشینن و امی چیزا را بخوانن، چند حزب بیارن پیشنهادات خود از مجموع زی یک چیز درست کنن برای صلح افغانستان. امی خاکه مفید است برای صلح افغانستان. بسیار تشکر میکنم از شما. این خوانده شد.